شود آن تنی نازو از بحر دلی ما بکشامند تبارا از بحر دلی ما بکشامند تبارا از آریا
هموطن مبارک 30 سال قهرمانی 30 سال دل ستانی 30 سال گلفشانی ای هموطن مبارک 30 سال قهرمانی 30 سال دل ستانی 30 سال گلفشانی ای هموطن مبارک پهلوی هم تپیده تا عرش سر کشیده سر تلخی ها چشیده تا قله ها رسیده بند و دعای نیکان با نرخی جان خریده از فیض و صلح و وحدت در خش عالمیده ای هموطن مبارک 30 سال قهرمانی معنی زندگانی شیرین تر از شکر شد از نوری نابیران شب‌های ما سحر شد بلبل ز خنده ای گل شیدای و نغمه‌گر شد از بوسه های شبنم رخساری غنچه در شد ای هموطن مبارک 30 سال قهرمانی 30 سال دل ستانی 30 سال گلفشانی ای هموطن مبارک 30 سال قهرمانی 30 سال دل ستانی 30 سال گلفشانی ای هموطن مبارک کنون در دیغ تاب می بار من هرگز دوازتب آنه عمر کرامی حسرت تا بلغی اداستب Kim bir hastayım ayus Cihanda hacetiğe tapmağay hergiz devasteb Yarstab
حسنین گل تا بلد جهان ملکی ده پیدا ای شوخی پریزا سالدی ان عشقین başıma külfet sevda kılgıl mene imda bilmem nasfat adam idin nasıl fanida ey közleri şala kıldin meni bir bakış ile hüsnine şeyda cilve kılıp icao kıldin meni bir bakış ile hüsnine şeyda cilve kılıp icao Çon tingul rişq içre cihanda Mecnun ile Ferhav Min bir laqaçon tingul rişq içre cihanda Mecnun ile Ferhav دل بر برنا قلقل ان آبا چاکر غم عشقین نقچان بولسه گرفتار عشق چره بلاشد در دیغ آنی شهد لبی قلدم و دوا ای قامت شمشاو در دیغ آنی شهد لبی قلدم و دوا ای قامت
پرنور تاجیکستان مشهور تاجیکستان پرنور تاجیکستان مشهور تاجیکستان هستیم در کنارم مسرور تاجیکستان هستیم در کنارم مسرور تاجیکستان رهبری خود بر پیش روان استیم بهری زفری سرور نیروی دمان استیم ما کشوری آباد و آزاد و جوان استیم یک دولتی سازنده در روی جهان استیم پرنور تاجیکستان مشهور تاجیکستان هستیم در کنار مسرور تاجیکستان رودکی و ابن سینا حافظ و خیامی تو کرد تسخیری معانی تا به کیهان تاجیکم کرد تسخیری معانی تا به کیهان تاجیکم با گلستان سعدی و با مثنوی مولای روم جمله اهلی عقل ها را کرده حیران تاجیکم یکیگر یک ذره هستم فخر دارم این چنین تا کی فرزندی تو و اولادی سامان تاجیکم تا کی فرزندی تو و اولادی سامان تاجیکم در غزل گرچی ندارم علم و شعر و شاعری در غزل گرچی ندارم علم و شعر و شاعری چون مرادی می نویسم با دل و جان تاجیکم چون مرادی می نویسم با دل و جان تاجیکم در ادب شاهی ادیبان خوبی خوبان تاجیکم در ادب شاهی ادیبان خوبی خوبان تاجیکم خوبی خوبان تاجیکم خوبی خوبان تاجیکم مکانم تاجیکیست ملتم تاجیک زبانم تاجیکیست تاجیکی چون لحظی اهلی جنت است این جهان و آن جهانم تاجیکیست کریبانی جهانم تاجیکیست بودم و باشم همان کی بودم جاویدانه جاویدانم تاجیکیست بودم و باشم همان کی بودم جاویدانه جاویدانم تاجیکیست گوهرم تاجیک مکانم تاجیکیست ملتم تاجیک زبانم تاجیکیست پندیم و حرفی کتابی تاجیکان شعری میرزایی عزیز و مهربان چون کلامی عینی
بادا پیشوای قهرمان، زنده بادا پیشوای قهرمان. شعاری پیشوا، زنده بادا زنده بادا پیشوای قهرمان، زنده بادا پیشوای قهرمان. چشمی امید است توی پیشوا، سی بهار و صد بهارانی دیگر کم نگردد تاری مایی پیشوا، کم نگردد تاری مایی پیشوا. زنده بادا زنده بادا پیشوای قهرمان، زنده بادا پیشوای قهرمان، زنده بادا زنده بادا پیشوای قهرمان، زنده بادا پیشوای قهرمان. وطن گلگشتی آزادی مبارک، در این دوران آبادی مبارک. منور خانه مهرآفرینان، رخی نوروزی گلگونت مبارک. شکفته پای چیچک در دمان شد، خوش ایامی نکوی باغبان شد. سیاه گوش آورم از دامنی کو، زمستان رفت و فصلی نو جوان شد. مبارک باد پیشوای معظم، مبارک ملتی نوروزی عالم. مبارک پیشوایم جشن بیروز، مبارک ملتی توحید نوروز. منور گشت هر خانه زیراغون، فروزان کشور از نوری دیگرگون. زیانواری سعادت بخش فردا، تمامی خلق خوشبخت و همایون. زیانواری سعادت بخش فردا، تمامی خلق خوشبخت و همایون. مبارک باد پیشوای معظم، مبارک ملتی نوروزی عالم. مبارک پیشوایم جشن پیروز، مبارک ملتی توحید نوروز. سرودی جاویدان باشد پرافشان، نوای بهترین تاجیکستان.
ملت تمدن آفرین باش سعادت باش استقلال دوران مبارک باد پیشوای معظم مبارک ملتی نوروزی عالم مبارک پیشوایم جشن پیروز مبارک ملتی توحید نوروز نوروز مبارک پیشوای ملت این گلگون زیبا از نام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به اهل فرهنگ تقدیم می‌گردد. من نیز همه شمایان را حاضرین را شما اهل صنعت فرهنگ را نیز با فرارسی جشن نوروز بین المللی جشن نوروز اجدادی ماه شما تبریک و تهنیت میگویم با همه شما سلامتی خوشبختی تمام خوشی های زندگی را آرزومند هستم. دوستان عزیز با اهل صنعت فرهنگ در اینجا باز 30 عدد اسباب های موسیقی با قصر فرهنگی دهات واروخ تقدیم کرده می شود که آنها از این خوب استفاده کنند و امروز بسیار برای مردم دهات واروخ روزی هم فراموش نشونده چون که در عرفه جشن نوروز بین المللی ما حضور داریم یک جای با شما فعالان شهر از ولایت اهل صنعت نیز از ولایت در اینجا حضور دارند خب ایجادکارا زیایان و دیگر که قصر فرهنگ امروز افتتاح شد آن چیزی که برای خودی مردمی که زیاده از 40,000 که اهالی زندگی میکند همین چیز نبود در کار است که اکنون آینده جوانان و مردم کلانسالان همه برای مردم خدمت میکنند نه اینکه در یک روزای جشن‌های نوروزی یا استقلال هر شب و روز هر وقتی که ما میخواهیم میاییم از یک تالاری که فرهنگی برای سنت نیست در اینجا تالارهای دیگر هم هست آموزش خانه عقد نکاح که عموما نبود در دهات وارو کتابخانه و دیگر چیزهای بسیار در اصل بسیار خدمتی بزرگ کردن آنهایی که بنیاد کردن به نقشه گرفتن و با خدمتی مردم پیشنهاد کردن در این روزی بسیار تاریخی برای ما شما من سالهای بیشتر آمده بودم یک چند مراتبه حاضر سیمای واروخ تماما تغییر یافته است و عموما شهر ایستاره اگر کدام کلانسالان میدانم کلان از آنه که بود سالهای 90 کلان تغییر یافته است ما زمان پیش هم می آمدیم رفت آمد داشتیم خب خیلی با خیلی زحمت کشیدم مونده کار البته کارهای زیاد هم است لیکن با آباد کردن مونده کار شرایط مهیا کردن مونده کار برای نوروزها برای جوانان بسیار ذهنشان بلند است چنین شرایط مهیا کنیم که مردم ما خلق ما باز هم سطح معرفت ناکش بلند شد آزمونی که من اعلان کردم با دستام نوشتم حتی همون رقم ها دیگراش باز دیروز علاوه کردم از نو نوشتم کمبودیای بود اصلاح کردم سپارش دادیم امر دادیم فرمان دادیم ما اشاره کردیم پدر و مادرایی که غالمیت اونا رو هم هوسمند کردن در کار آموزگار هوسمند کردن در کار که شاگردش با وی میبیاد که هوسمند کنیم که مردم ما جوانان ما میل به کتابخوانی کنند کتابخوانی همین خیلی کتابخوانی نیست این بلند شدن سطح معرفت ناکی هر یک ملت و خلق است البته همه در تاثیر نمی کند لیکن بیشتر
ملت تاجیک بسیار ملت بسیار قدیم است، تمدن و فرهنگ بسیار بای غنی دارد که بعضا ما از این تمدن ناشکری میکنند، تیشه بر ریشه خود میزنند. هست این خیلی در جامعه پیدا میشه. لیکن ما شما احیا کردن مانده کار. زبان تاجیکی زبان شعر است، زبان شعر است و خود زبان تاجیکی اگر درست صحبت کرده توانیم مثل شعر برود، دیگر مردم دا مثل شعر، یعنی دیگر که رسم و آیین‌های ملی، سر و لباس امروز دیدیم چقدر زیبا، چقدر سر و لباس‌های زیبا باز هم احیا کردن مانده. اپای گاوربی میرجمه آسان. از شهر اصفهان نام ملت دولت برآوردن، در یونسکو برآمد کردن، در مسکو دیگر دولت ها رفته وای کردن. هر چیزای کوچکی نیست، این خیلی زحمت کشیدن دکو. این رقص هر یک وایش معنای خودش را داشتنش دکو، سر، لباس، حرکت، اما این وای سیمای ملت، فرهنگ، اویله ملت. اصلا شما در سلامتی. من در دیاتی شورا نمایش دست دیدن کردم از هنرهای خلقی. بسیار هنرمنده اومد مردم شهر اصفهان، شهر باستانی اصفهان تاریخی خیلی غنی دارند. ما در پایتخت مملکت تا بدخشان بسیار مؤسسه‌های فرهنگی بنیاد کردیم با استادهای زبردست شهر اصفهان. امروز همون کاخ نوروزی که شما تماشا میکنید باور نمیکنند که دست انسان است، با دست کرده شده است. همان استادهای شهر اصفهان خوجند استراوشان در یک جای نمودهای استادهای کندکاری، با سنگ کار کردن، با آینه کار کردن. مکتبی بزرگ هم کردیم امروز در شهر دوشنبه، زیاده از 600 نفر کار و فعالیت دارند. 400-500 نفر بانوا در خانه در شهر اصفهان کار میکنند. ما کار میتیم، همین چوب هم کندکاری نه، زنها میکنن، بانوها میکنن. در اینجا مبلغ زندگیشان خوب، آبروی همه، آبروی ملت تاجیک. اصلا آفرین میگم، من هم صنعتچی ها، هم دست صنعت، هم هنرمندی، هم حتی همین باغداریدم. بسیار صنعتی بالا دهقانای اصیل دارن و من هیچگاه فراموش نمیکنم اولین رهبر دولت شدم، اولین چهارمین جمهوریوی دستهای کشاورزی گذاشتم در شهر اصفهان. برای چیه؟ در شهر اصفهان من دیدم چگونه مردم مدنیت بلندی زمینداری دارند. زمینه به قدرش میرسند. یک موضع بود، موضع ماهپری. بعد همین 1000 گکتار همین باغستان شد، باغ زردالو باغ بنیاد کرد. یگان شهر نایه مملکت به قدری دهقانا صاحبکارای شهر اصفهان به درجه 20-25 هزار تن هر سال میوه خوش صادرات میکردگی نیست. کارکرد صادرات این هم تو میوه نیست. این معرفی ملت و دولت تاجیکان. مثلا مبارک شود این قصر فرهنگ با همه شما. پیش از همه با مردم دهاتی واروخ یک جهان تشکر همه شما. حیات تیز میگذرد. برای همین در همه حالت هیچگاه رو افتاده شدن در کار نیست. هیچگاه در همه حالت، مخصوصا در همین شرایط امروزه جامعه جهانی، ما ملت تاجیک باید متحد باشیم. ما باید متحد باشیم، هوشیار باشیم، زیرک باشیم، وطن را سازیم، بنیاد کنیم. با همین نورسا یک ملکی آباد و پیشرفته میراث گذاریم.
ما شما یک بار در دنیای هستی هستیم، یک مراتبه. این دنیا، این زندگی به خوبی هم میگذرد، به گندگی هم میگذرد. نگاه میکنه که مثل دیرای وارو گذشت رفت. این حاضر میگیم که امسال 30 سالگی دولتمونه عین کمالات 30 سال باوری نمیاد. 10 سال همیاد در کشمکش های داخلی رفت. 10 سال زیادترش. برای همین اینا من آمدم یکم بارنه وظیفه رهبر به خلق خدمت کردن است. و در یک جایی که ما از زوده همه چی میبراییم. میگفتن راغون تاجیکستان در حیاتش نمیتواند. او را دیدن در کار، وای راغونه، وای دیدن در کار. او همه چی در زیر کوه است. 80 کیلومتر فقط نقب باش تشکیل میکنه. 80 کیلومتر نقب در زمین. از زمین قریب 70 کیلومترش ما اجرا کردیم. ستانسیا، ماشین ها تمامش در تگی کوه 300 متر چخوری با. در بیرون فقط همون میشه همون پلاتینش سربند تمام. 99% متخصصای تاجیک هست. متخصصای تاجیک. برای چی میگویم که ما اهمیت اولین درجه بر رشد و پیشرفت و ترقیات و علم و معارف. مکتب علم، مکتب معارف، اینا باسواد شوند. زمانی علم است، زمانی تکنولوژی است، عصر علم و تکنولوژی است، با سرعت کیهانی پیش رفته ایستاده است که ما دیراب کرده نمیتونیم. ما همین جنگ با 50 ساله قفا پرتافت. کوشش کنیم که نورسای ما، فرزندان ما، شما بی سواد نمانند. سواد داشته باشد، زبانهای خارجی را داند، تکنولوژی اطلاعاتی الکترونی این چیزها را از خود کند. جهان برای وی گشاده است. در تمام جا لقمه نانش میاد، زندگیش میبیند. با واسه اینترنت در آزمون اشتراک کرد، رفت، معاش خوب گرفت، نمیپرسند دیگه ملتت کی، وطنت کی، از کدام دولت میشه. متخصص در کار، یعنی اختراعکار. برای همین فنهای دقیق ما در مد اول گذاشت. پدر و مادرها، من فرزندان باز دخترها در اینجا جوان دخترها پگه آینده اویله برپا میکنیدون، از روز اول در اویله داری سراسیمه نشویدون. وقتی فرزنددار شدین تربیه کنین که نامبرداری پدر و مادر شد. با سواد شوند، با معرفت باشند، حس ملی داشته باشند، حس وطن دوستی و وطن پرستی داشته باشند. ما در یک جایگی از عهده همه کار میبریم. این کسایی که آمدن از همه در دنیا ما سبک گذراندیم. از ما ینور این جانب در ما نیست. احتیاط کرده ما در کار. اگر مبادا یگان امر فرمان دایر باید میشه، حتما رعایت کنده کار. حیات خودتان، فرزنداتان، همسایه‌هاتان یا خویش تباراتان در خطر نگذارین. اساسش همینه. امسال سبزوات کشینید، زمین خالی نمانید، 3 تا حاصل گیرید، زمین لازی اولیاگر استفاده برید، زمین پرزیدنتی را استفاده برید. بیکار نشینیتون. پیش از همه فکری فرزندان را کنین، فکری اهل اویلتان را کنین. برای خودتان هر یک اویله، هر یک فرد برای خودتان زحمت کشید. هر یک اویله تامین باشد، بازار دم ارزانی میشه، فراوانی میشه، صادرات هم زیاد میشه. نوروز بین المللی مبارک باشد.